سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی مولوی امیرخان متقی با وزیر خارجه ایران درباره وضعیت منطقه. ادامه حملات سخت نیروهای افغان بر میلیشیاهای پاکستانی در مربوطات ولایت قندهار و هشدار جدی هند به پاکستان. امروز سه‌شنبه 12 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیرامون تحولات اخیر و وضعیت جاری منطقه گفتگوی تلفنی کردند. وزارت امور خارجه میگوید که مولوی امیرخان متقی در این گفتگو ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات اخیر، تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرده و مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت هدف قرار دادن اندوهبار رهبر ایران به دولت و ملت ایران ابراز داشتند. در همین حال وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از ابراز همدردی و موضع گیری جانب افغانستان، دیدگاه‌ها و ارزیابی کشورش را در قبال تهاجم جاری و اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد. وزیر امور خارجه کشور در ادامه تاکید کرد که امارت اسلامی افغانستان نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حریم کشورها را مردود دانسته و آن را مغایر اصول پذیرفته شده بین المللی می‌داند و بر ضرورت توقف فوری تنش‌ها و رجوع به مجاری دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران تاکید کرد. مفتی عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که درگیری‌ها همچنان میان نیروهای دفاعی کشور و میلیشیاهای پاکستانی ادامه دارد و دشمن روحیه خود را از دست داده و به گونه پیهم مناطق خود را ترک می‌کند. با گفته وی تاکنون 10 پسته میلیشیاهای پاکستانی در ولایت قندهار همراه با تجهیزات به عنوان غنیمت به دست آمده است. آقای خوارزمی افزوده که نیروهای افغان یک پسته بزرگ زرهی را در ولسوالی معروف ولایت قندهار نیز فتح کرده و یک تانک زرهی را به طور کامل منهدم کردند. باشندگان ولایت ارزگان در یک گرد همایی گسترده مردمی در حمایت از نیروهای سرحدی حملات اخیر پاکستان را محکوم کرده و بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کردند. در این گرد همایی آنان دفاع از کشور را مسئولیت شرعی و وجدانی خود دانسته و گفتند که به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد بر افغانستان تجاوز کند. این در حالی است که در چند روز گذشته باشندگان سایر ولایت‌های کشور از حملات جوابی دندانشکن نیروهای امنیتی و دفاعی امارت اسلامی افغانستان علیه میلیشیاهای پاکستانی حمایت کرده و آمادگیشان را برای دفاع از این سرزمین ابراز کردند. و در آخر راجنات سینگ وزیر دفاع هند گفته که عملیات نظامی اخیر این کشور علیه پاکستان موسوم به عملیات سندور متوقف شده اما پایان نیافته است. او در نشستی در پارلمان هند هشدار داد که کشورش آماده است در صورت ادامه تحریک‌ها از سوی پاکستان پاسخ محکم بدهد. وزیر دفاع هند تاکید کرده که عملیات پیشین این کشور اهداف تعیین شده را محقق نموده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید و صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.